وقتی می نوشتند رها شده از دنیا بودند. مقصد خودشان رسیدن به لبخند خدا بود. مقصد نامه هایشان اما شهریور ماه بود که لابلای پیگیری سوژه های دفاع مقدسی به یک مخزن پر از نامه برخوردم. حبیب الله معصوم، آقای بی‌طرفان. نامه هایی که امنیت عملیات اجازه ارسال اونها رو نداده بود. حالا دیگه عملیاتی در کار نیست و من سراپا شوق شدم برای نامه رسان شدن. خیلی سال پیشه. الان خاک پیدا کردید فکر کنم. اینجا فروختن، اینجا رفتن. اگه ممکنه شماره تماسشون رو به من بدین. 012 جناب آقای کرمانی، بفرمایید. امانتی از شما دست من هست. همون دلش میگه مادیه بیزی به حساب صده ما. داروخونه دکتر معارفند. با آقای محمد سلطان معارفند کار دارم. گلدار شهدا قطعه 21 شماره 1. بیام اشتباه میکنم. شهید شدن؟ بیام باید برید اونجا. شما نسبتی داریم باشون؟ من فرزند شدم. سلام خوشم. یادتون هست تاریخ 9/3/66 کجا بودی؟ عملیات ولفجر 8 بوده. من تو جبهه بودم، تو منطقه فکه بودم. چی به ذهنتون میرسه که ما بهتون بدیم؟ عکس چیزی داری؟ یه لوحی آوردیم. اگه یکی از پیرنهای اسارتم باشه مثلا که بعضیاش در اثر ضربات کابل پاره میشد. هر چی میخواید بدید برام فرقی نمیکنه، اما میخوام بگم ای دست‌هایت آرزوی دست‌هایم. برگرد، تنها یک بغل بابای من باش. وقت تحویل امانتی ها رسید. این دستخط شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب محمد سلطان معارف زن فیضانی از قم. خواستم برام بخونن دغدغه های اون روزهای جوونامون چیا بوده. با تلاش شما عزیزان اقتصاد کشور اسلامی ما تکامل خواهد یافت. تا زمانی که ملت ایران از هدف خود یعنی الله دست نکشد، مدرن‌ترین سلاح‌های اتمی نیز نمی‌تواند کوچکترین خدشه‌ای به اسلام و ایران وارد کند. مرگ حق است، ولی چه بهتر از در راه خدا کشته شدن مثل مولا حسین. مرا ببخشید از این که برای شما فرزندی خوب نبودم. خیلی ببخشید. توی فضای واقعا خالصانه و زلال ما بودیم. بعضی وقتا تو عملیات چندین شبانه روز خواب نداشتیم، نمیخوابیم. واقعا اون موقع با این سن کمم یه جوری بود که میخواستم هیچ دینی به گردن کسی نداشته باشم. مردم با جون و دل هرچی داشتن تقدیم میکردن. نسبت به این عوض شدیم یا نسبت به این خیلی هست. چی بگم؟ ما هم حس می‌کنیم شهدا سعادتمند عالم. بله واقعا خیلی ناراحت هستم. به گذشته‌تون افتخار می‌کنی؟ اگه افتخاری هست هم گذشته است. من متاسفم از اینکه تو 3 سال جنگی که قبل از اسارت مرخصی میرفتم، این دفعه برام مرخصی دیگه به کار نیست. و باز هم دست به قلم شدند. از خداوند متعال میخواهم گذشته مرا به حال پیوند زند. به دعای مادرم زهرا از قافله‌ای که جا ماندم ملحق میشم با شهادت. جان کلام آخر را مریم نوشت و من را راهی مقصد دیگری کرد. نوشته‌ای که تلنگر میزند به من، به تو، به صاحبان صندلی‌ها و به حساب‌های بانکی. مزار شهید آخرین مقصدم بود و این بار پیغام دختر را به پدر رساندم. تا مکتب جبهه خوب معنا نشود، بار دگران روحیه پیدا نشود. یاران به جامانده مراقب باشید، خون شهدا فرش ره ما نشود.